اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. خداوند بسیار سپاس میگوییم در مقابل همه نعمتها و منتها و الطاف و عنایتهایش. در رأس همه نعمتها و با ارزشترین نعمتهایش نعمت توفیق هدایت به دین مبین اسلام، هدایتی که اگر برای انسانی صورت بگیرد و تحقق بیابد، یعنی هدایت به تمامی ارزش‌های والای انسانی و به تمامی سعادت‌ها و خوشی‌ها و تعالی‌ها و ترقی‌های مادی و معنوی در دنیا و آخرت. الحمدلله این نعمت هدایت همه ما و شما و خواهرای برادران مسلمانان ازش بهره مند هستند. قدر این نعمت را بدانیم و با شکر این نعمت هدایت را برای خودمون و جامعه خودمون و آیندگان خودمون و فرزندان خودمون با برکت نگه بداریم. شکر نعمتت افزون کند. لئن شکرتم لازیدنکم. طوری عمل نکنیم که خداوند بعد از هدایتمان هدایت را در نتیجه بی‌لیاقتی ما از ما و جامعه ما سلب نمایند و ملت‌های کافر و گمراه را هدایت بدهند و این امانت را به اونها تحویل بدهند. سنت‌های خداوندی در بندگانش متنوع و متفاوت و همیشه بوده و هست. پس باید از خود لیاقت نشان بدهیم تا همیشه نظر خدا را جلب خود و جامعه خود بسازیم. جا داره که به همه شما مردم خوب و دیندار این مسجد باشکوه و مردم خوب زاهدان و بلوچستان تبریک و تهنیت عرض بکنم به مناسبت ماه مبارک رمضان که ما در خاتمه این ماه با ارزش قرار داریم. تبریک برای رسیدن به ماه رمضان دیگه تمام شده، چون به ماه مبارک رمضان رسیدیم. تبریک برای بهره برداری از ماه مبارک رمضان. خیلی ها به ماه مبارک رمضان میرسند اما از برکت ماه مبارک رمضان محروم میمانند. پس تبریک واقعی نه برای کسی که رمضان را ملاقات کرده، تبریک واقعی برای کسی که از رمضان استفاده برده، از رمضان بهره برداری معنوی کرده، از رمضان اجر و پاداش اخروی را توشه کرده، اکرام و احترام و احسان در حق رمضان و در حق خود کرده، در این ماه بندگی خدا را کرده، در این راه خدمت به خلق خدا نموده. بزرگان دین و گذشتگان ما 6 ماه قبل از رمضان خود را و درون خود را و توان خود را و استعداد خود را و علاقه خود را آماده می کردند برای استقبال از این مهمان ارزشمند و عزیز خداوندی. در نتیجه رمضان برای اونها تحول آفرین بود، برای جامعه اونها تحول آفرین بود،
رمضان تحول عجیبی در جامعه اسلامی که علاقمند به رمضان بود و 6 ماه قبل از رمضان زمینه استقبال از این مهمان را فراهم می کردن خیلی ارزشمند بود و از برکت رمضان بود که اخلاق صبر را و استقامت را و عبودیت و بندگی را و جهد و جهاد را در خود پرورش داده بودند و بعد از رمضان با استقامت و صبر و جهد و جهاد دین مبین اسلام را به تمامی انسانهای روی زمین در زمان خود رساندند و هم خود از خود راضی شدند و هم رمضان را از خود راضی کردند و هم خدا را از خود راضی نمودند. و 6 ماه بعد از فراق رمضان به یاد رمضان می نشستند. خوب دقت بکنید سروران عزیز، برادرها و خواهرای ایمانی عزیز، انسان عاشق هم از وصال می سوزد و هم از فراق می سوزد. کسی که عاشق است طاقت دیدار معشوق را ندارد و طاقت فراق معشوق را ندارد. هر دوتا براش سخت است. وقتی معشوقش را می بیند از خوشحالی می سوزد و زار زار گریه وصل معشوق را می کند و وقتی ملاقاتش کرد از دیدارش و خدمت معشوقش خسته نمی شود، اما لحظه ودا و فراق با معشوق اون سوزاننده تر است، اون را می سوزاند. بزرگان دین و اونهایی که واقعا دیندار بودند و بر مبنای شناخت دین را پذیرفته بودند، وقتی که از رمضان جدا می شدند یا رمضان با اونها ودا می کرد احساس می کردند که یتیم شدند و پدری دلسوز از دست دادند. امروز این اصطلاح است که اگر کسی پدرش فوت کرد و اون صغیر بود، به حد بلوغ نرسیده بود، اون یتیم است. ولی یتیم واقعی کسی است که از نعمت هدایت و از نعمت توفیقات الهی و از نعمت حسنه و کار خیر محروم بماند. برادرای بزرگوار، ماه مبارک رمضان ماه برکت است. وقتی که رمضان فرا می رسد به همدیگه می گوییم ماه مبارک رمضان بر شما مبارک باد. ماه مبارک رمضان، رمضان ماهی است مبارک، انواع برکت ها در اون نهفته است. اما ماه مبارک رمضان برای چه کسی مبارک است؟ ماه مبارک رمضان چون نماز، چون مسجد، چون قرآن، چون زکات، چون حج، چون پدر و مادر، چون فرزند، چون تمامی امکاناتی که در اختیار انسان است، یا انسان را روسفید می کند و بلند می کند یا انسان را روسیاه می کند و به زمین می زند. خیلی عجیب است. ماهی که ماه مبارک است و همه می دونیم که ماه مبارک رمضان جز برکت چیزی دیگر در اون نیست، ولی چرا یک عده‌ای در رمضان و با وجود ماه مبارک رمضان بی برکت می شوند، محروم می شوند، به زمین می خورند، روسیاه و ذلیل و خوار می شوند؟ برکت در رمضان است. این برکت را باید از رمضان بهره بگیریم. برای همه کس برکت نیست، برای کسی که خدا این برکت را نصیبش کرده برکت است. قرآن کتاب هدایت و برکت است. هر جایی پا گرفته و پیاده شده برکت تولید کرده، عزت و آبرو و احترام و سعادت و خوشبختی تولید کرده. اما خیلی ها هم با قرآن روسیاه شدند. پیامبر گرامی اسلام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند
خداوند با همین کتاب مقدس آسمانی ملت‌هایی را به زمین میزند و ملت‌هایی را از عرش و 7 آسمان هم بالاتر میبرد. و امروز میبینیم اونهایی که در شب‌های رمضان و روزهای رمضان مشغول تلاوت هستند، مشغول عبادت هستند، از این ماه با برکت استفاده میکنن، به اوج میرسن. و اونهایی که در روزهای رمضان ارزش این روزها را نمیدانند و در شبهای رمضان برای این که وقتشون سپری بشود جلسه های بازی پاسور و ورق و غیبت و نمامی و دروغ و مسخره و شوخی های بیمورد و همجور شب و روز رمضان را سپری میکنن، برای اونها برکت نیست. خیلی از روزداران هنگام افطار به جای اینکه با بسم الله، با یک دانه خرما و یک جرعه آب، بسم الله علی برکت الله، اللهم لك صمت و علی رزقك افطرت فاغفر لي ما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت، اللهم ذهب الظمأ و ابتلت العروق و ثبت الاجر ان شاء الله تعالی، با رزق و روزی خدا خوشحال بشوند و افطار بکنن. تا از آن گفت نخ سیگار را میگیرن، با دود افطار میکنن و خیلی ها آخرین نخ سیگارشان را هنگامی که 5 دقیقه مونده به اذان صبح میگن آخرین نخ سیگار را دود بکنیم که دیگه اذان میگوید و نمیتونیم سیگار بکشیم. یعنی افطار و امساکش با دوده. مسلمان هم هست، روزه هم میگیرد. سبحان الله. رمضان آمده که خداوند انسانها را تربیت بکنه، مسلمانها را تربیت بکنه، گمراهان را هدایت بکنه، مقصرین را جبران بکنه، گناهکاران را توبه نصیب بکنه. در اول هر روز رمضان به مدت 30 روز یک ملائکه میاد در گوش انسان ندا میزنه، یا باغی الخیر ابشر، ای کسی که خواهان خیر هستی و دنبال خیر بودی و خیرخواه بودی و خیر طلب بودی و دنبال کارهای شایسته و خیر بودی، بشارت به تو، یا باغی الخیر، بشارت به تو، ماه پر خیر و برکت رمضان آمده. و ملائکه دیگر میگوید در گوش انسان، یا باغی الشر، یا باغی الشر اقصر، و ای کسی که دنبال شر بودی تا قبل از رمضان، و ای کسی که شر طلب بودی و دنبال خیر نبودی، ماه خیر آمده، از شر کوتاه بیا، گذشته را جبران کن. از این التماس بیشتر چه کسی التماس می کند؟ کسی که نیاز به عبادت هیچ یک از بندگانش ندارد. یسبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. کل مخلوقات تسبیح خداوند میگویند. تعداد انسانها از هر نوع مخلوقی کمتره. کل انسانهای روی زمین به اندازه یک نوع مخلوق خدا نمیشوند، به اندازه تعداد مورچه ها نمیشوند. یک ماهی به اسم ماهی حبور مادهش سالانه 700,000 تخم میذارد در دریا. یک ماهی فقط. میلیون ها نوع ماهی اگر هر کدوم 700,000 800,000 300,000 تخم بگذارد، اما انسان در طول 100 سال عمرش شاید 5 تا بچه دار بیاورد، شاید هم عقیم بشود. یک میگو 350,000 تخم میذارد، میگوی مولد در دریا. همه تسبیح خدا میگویند به هر زبانی. کل قد علم صلاته و تسبیحه، و خداوند صلات و تسبیحشان را میداند. ما نیاز به رمضان داریم، ما نیاز به نماز داریم، ما نیاز به حج داریم، ما نیاز به قرآن داریم، ما نیاز به همدیگر داریم. اگر ما نیاز به اکسیژن داریم تا حیاتمان را حفظ کنیم، و اگر ما نیاز به
آب داریم تا حیاتمون حفظ کنیم و اگر ما نیاز به خواب داریم تا توانمون را حفظ کنیم و اگر ما نیاز به استراحت داریم تا قدرتمون رو حفظ بکنیم و خستگی رو برطرف بکنیم، اینو بدونید که نیاز ما به خدا از همه این نیازها بیشتر است. خیلی ها آب می نوشن، اکسیژن مصرف میکنن، خواب میکنن، استراحت میکنن، بازم نیازشون برطرف نمی شود. نیاز درون و بیرون انسان، نیاز مادی و معنوی انسان فقط خدا و دین اسلام و قرآن و هدایت برطرف میکند. آنکه هدایت ندارد حیات ندارد، آنکه خدا ندارد دنیا و آخرت ندارد، آنکه خدا ندارد تن سالم ندارد. منظور برکت تن سالم هست. خیلی ها هستن پهلوانن، اگر سلامتی برکت نداشته باشد سلامتی ندارید، اگر مال برکت نداشته باشد مال ندارید، اگر مقام برکت نداشته باشد مقام ندارید، اگر فرزند برکت نداشته باشد فرزند ندارید. فرزند معتاد به درد چی میخورد؟ فرزند دزد به درد چی میخورد؟ فرزند بی تقوا و بی خدا به درد چی میخورد؟ سرمایه هست. سلامتی که در راه خدا صرف نشود و برای جامعه اسلامی صرف نشود، این سلامتی و تندرستی و قدرت و توان و مقام به درد چی میخورد؟ نمیشه بهش افتخار کرد. ماه مبارک رمضان ماه برکت هست. اولین برکت ماه مبارک رمضان این که خداوند در این ماه قرار داده هر نماز فرضی و هر کار فرضی 70 برابر می شود. اینها روایت صحیح است. برکت رمضان، هر فرضی در رمضان معادل 70 فرض می شود. یک نماز فرض 70 فرض. اگر یک نماز فرض با جماعت بخوانید در غیر رمضان 25 درجه ثواب دارد یا 27 درجه. صلاة الجماعت افضل من صلاة الفجر ب 27 درجه. در غیر از رمضان اگر یک نماز فرض در جماعت بخوانید تا نمازی در خانه بخوانید 27 درجه فضیلت دارد. اگر در رمضان باشد 27 بزن ضرب در 70. یک نماز فرض با جماعت 27 درجه بزن ضرب در 70، هرچی به دست آمد یک نماز فرض است. از این دیگه فرصت بهتر. اگر کسی در رمضان 30 روز 150 نماز فرض است در جماعت بخواند 150 27 ضرب در 70 دنیایی است. بعد میگیم خدا به ما ظلم کرده. باور بکنید اونقدر حسنات هم ریخته کسی نیست که جمع بکنه. گناهی که وجود نداره دنبالش میگردیم که پیداش بکنیم جمعش بکنیم. گناهی که یک میشه همون دنبالشیم. 1000 تا گناه انجام میدیم که 1000 تا بشه. حسنه ای که یکش میلیون میشه حاضر نیستیم جمع بکنیم. بعد وقتی میمیریم وصیت میکنیم ختم ما را بکنید، ملا سر قبر ما بذارید، خیرات ما بکنید، کس نخارد پشت من جز ناخن انگشت من. 20 رکعت نماز وتر، سنت های قبلی و بعدیه، سنت دوها، صدقه های نفل. سنت ثواب فرض دارد و عزیزترین چیز نزد خداوند فرائضشه. در رمضان همه سنت ها را می توانید تبدیل به فرض بکنید و عزیزترین باشید. صدقه. از رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوال شد ای الصدقه افضل؟ قال صدقه فی رمضان. کدوم صدقه افضل تره؟ گفتن صدقه در رمضان. صدقه نفل و صدقه واجب، زکات.
صدقه واجب و نفل هر کدوم 1 تومن 700 تومن خدا معامله کرده. 1 تومن 700 تومن. اگر زکات باشه که فرضه و 70 برابر میشه، 70 بزن ضرب در 700، 1 تومن 70 ضرب در 700 هرچی آمد خدا میده. ما نقص مال من صدقه، هیچ مالی از صدقه دادن ناقص نشده. نترسید، طرف شما خداست. چه مالی مال هست؟ المال ما نفع. مالی مال انسان هست که نفع برساند. خوب دقت بکنید، چه مالی مال هست؟ المال ما نفع. مالی مال هست و می شود دون افتخار کرد که نفع برساند. مالی که نفع نداشته باشد مال نیست، نمیشه بهش افتخار کرد.